سلام، روزتون بخیر. خسته نباشید. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. با توجه به اینکه بیت کوین اخیراً سقف جدیدی زده و الان اختلاف نظرهای زیادی هستش که آیا میخواد الان دوباره سقف جدید بزنه یا اینکه ریزشش رو شروع کنه و حالا فصل ریزش بیت کوینه. منم میخواستم نظر خودمون بگم. اختلاف نظر الان خیلی هستش. یه سری میگن که قیمت بیت کوین ممکنه تا 61,000 بریزه. حالا ما میریم تحلیل میکنیم و نظر خودمون رو با یه سری اطلاعات بهتون میگیم، انشالله که برای همتون مفید باشه. ببینید تو تایم ماهانه که نگاه میکنیم یه مدتی هستش که بیت کوین صعودی بوده، از حالا کندلاش هم مشخصه، ولی نگاه کنیم با توجه به گذشته قیمت اونقدری این حرکات که نگاه میکنیم پرقدرت نیستش. کندلا اونقدری قوی و جوندار بسته نشدن، ولی با دیدن اینا نمیشه نظر کلی داد. فقط خواستم که نشون بدم بهتون که اونقدری کندلا نسبت به گذشته قوی نیستن. ممکنه که تارگت های جدیدی الان به ما بده، ولی بعدش ما ریزش خوبی رو ممکنه داشته باشیم. پس قبل از اینکه این ریزش اتفاق بیفته ما ممکنه که سقف‌های جدیدی رو فعلا ببینیم. نواحی که تو تایم ماهانه حالا نواحی مهمی هستن برای من، این ناحیه هستش. ببینید تو این سقفی که الان زده 2 بار ریاکشن داشته بیت و نتونسته روش کلوز بده و ریجکت شده. یه سقف دیگه براش در نظر گرفتم که سقف دوریه، ولی این حرفی که ما میزنیم برای تایم ماهانه است و تارگتی که ما داریم میدیم تارگت ماهانه است. حالا تایم پایینتر تارگت های پایینتر و نزدیکتر هم میدیم. فقط میخوام اینجا دیدگاه به شما بدم که اگر اینجا رو بشکنه بتونه کلوز بده، تارگت بعدیش تارگت 140,000. بریم تایم پایینتر، تایم هفتگی. ببینید چیزی که اینجا الان قابل مشاهده است اینه که یه ذره بازار رنج شده. این رنج شدن چه معنی میده؟ وقتی که